سلام دوستان عزیز و محترم. به یکی دیگر از آموزش‌های حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی برای فلوشیپ خوش آمدید. در این آموزش یاد می‌گیرید کنترل کنید چی کسی شما را در گروه‌های واتساپ اضافه کند. شاید شما نخواهید افراد ناشناس بدون اجازه شما را در گروه‌های واتساپ اضافه کنند. پس این مراحل را انجام دهید تا از آن جلوگیری نمایید. ابتدا وارد واتساپ خود شوید. روی گزینه‌ها در این قسمت کلیک کنید. از لیست باز شده تنظیمات یا ستینگ را انتخاب کنید. حالا به روی پرایوسی یا حریم خصوصی کلیک کنید. به طرف پایین حرکت کنید تا گزینه گروه‌هایی را مشاهده کنید. روی آن کلیک کنید. از لیست باز شده شما می توانید تعیین کنید که گزینه اول همه شما را در گروه‌ها اضافه کند. گزینه دوم تنها مخاطبین شما می تواند شما را به گروه‌ها اضافه کند. گزینه سوم تمام مخاطبین شما به جز آنهایی که در لیست انتخاب کردید می تواند شما را در گروه‌ها اضافه کند. یعنی افراد که در لیست تیک میزنید نمی تواند شما را در گروه‌ها اضافه کند. در این آموزش ما گزینه دوم را انتخاب می کنیم که تنها مخاطبین می تواند من را در گروه‌ها اضافه کند. حالا تنها مخاطبین شما می تواند شما را در گروه‌ها اضافه کند. امیدوارم این آموزش از مجموعه آموزش‌های حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی برای فلوشیپ برایتان مفید واقع شده باشد. تا آموزش دیگر خدا حافظ و نگهدارتان.